سلام بچه‌ها، من امیر محمد هستم. اومدم یه بازی در دریم لیگ رو براتون گزارش کنم. بازی بین دو تیم AFM و منتخب اروپا. بریم که ترکیب دو تیم رو اعلام کنم. در ترکیب تیم منتخب اروپا: دوناروما، کانسلو، دیاز، راموس، لورنزو، رودری، سیلوا، پدری، براردی، لیاو و رونالدو 11 مرد تیم منتخب اروپا هستند. و در تیم مقابل یعنی تیم AFM: سانچز، رودیگر، کولیبالی، فندایک، آلابا، دبروین، پوگبا، مرینو و گیمارش، وینیسیوس و بنزما 11 مرد تیم AFM هستند. بازی چند ثانیه‌ای که شروع شده، ساعت میشه. رافائل لیاو ضربه سر و توی دروازه. خیلی زود دروازه تیم AFM باز میشه با سانتر ژائو کانسلو و ضربه سر دقیق رافائل لیاو. اولین گل بازی زده میشه. گل به نام رافائل لیاو، بازیکن تیم منتخب اروپا ثبت میشه. میبینید از زوایای مختلف این گل رو. بازی آغاز میشه. مرینو از همین لحظه بازی رو دوباره آغاز میکنه. ویرجیل فندایک تو به بیرون میره. پاس فندایک، مرینو از این برای رودیگر میاره برای گیمارش میندازه. وینیسیوس توپ رو گرفته بود اما دوباره توپ به دفاع میره. توپ برای دوناروما میزنه و توپ یه تیکه به اوت میره. رودیگر اوتو پرتاب میکنه. توپ به مرینو میرسه. مرینو میندازه برای پوگبا میاره برای دبروینه. دبروینه نتونست بنزما ضربه سر رو بزنه. حالا رونالدو رو به جلو. کریستیانو رونالدو پاس میده به رافائل لیاو. گیمارش به دنبالش. توپ رو گرفته گیمارش. یه پاس بلند برای کوین دبروینه ضربه‌ش رو میزنه. توپ به بنزما رسیده. کریم بنزما میزنه ضربه رو و توی دروازه. کریم بنزما. بازی 1-1 مساوی میشه. کریم بنزما با پاس دبروینه تونست بازی رو مساوی کنه. گل رو از زوایای مختلف مشاهده میکنید که چه ضربه دقیقی تونست این بازی رو 1-1 کنه. بازی دوباره رونالدو پاس رو میده. بازی شروع شده. توپ پای سیلوا میخواست برای براردی بندازه که توپ رو گرفتن. مرینو برای گیمارش ولی توپ رو گرفت لیاو. توپ لیاو رو زدن. پاس پدری پاس میده اونور برای سیلوا میتونه پاس بده به براردی ولی میاره عقب. پاس برای براردی ساند میکنه. رونالدو میاد سر بزنه اما فندایک زودتر. توپو پوگبا گرفته میندازه برای بنزما برای دبروینه میندازه. وینیسیوس نتونست توپ رو بگیره و دفاعشون جمع میکنه توپ رو. کانسلو اونجا توپ به لورنزو میرسه. دبروینه برای بنزما راموس رو جلو مقابل خودش داره. وینیسیوس میزنه ضربه رو. توپ به تیر میخوره. برگشت بنزما. کریم بنزما دبل میکنه در این بازی. دبل کریم بنزما سر ریواند توپ وینیسیوس جونیور تونست این توپ رو گل کنه تا 2-1 پیش بیفتن. اشتباه خط دفاعی تیم منتخب اروپا باعث این صحنه شد. بازی با پاس رونالدو آغاز میشه. پایان نیمه اول. بریم به وقتای استراحت رو برگردیم. شروع نیمه دوم. رونالدو پاس میده. لورنزو به رودری پاس داده. رودری رو به جلو میاره برای پدری برای لیاو میخواست بفرسته که توپ رودیگر گرفت. کولیبالی میزنه زیر توپ. اونجا وینیسیوس ضربه سر اومد بزنه ولی نتونست. اونجا پدری رو به جلو حرکت کرده. پاس میده. توپشو سیلوا گرفت به براردی داد اما توپ به اوت رفت. توپ براردی به اوت زد. حالا آلابا
توپ عقب برای کولیبالی برای سانچز میزنه ضربه رو. وینیسیوس ضربه سر، توپ از اون سمت به گیمارش رسیده، گیمارش میندازه برای وینیسیوس یه سانت ضربه و توپ رو جمع میکنه. دوناروما توپ رو جمع کرده، میزنه زیر توپ. دوناروما توپ نرسید اونجا و به دبروینه دوباره توپ میرسه. توپگیری میخواست به رونالدو پاس بده، رونالدو توپ رو گرفته به لیاو پاس میده. لیاو دستش بازه برای پاس دادن اما اشتباه اومد تریپ بده. توپ رو ازش گرفتن. کولیبالی برای وینیسیوس انداخته. کریم بنزما و توی دروازه. کریم بنزما هتریک میکنه در این مسابقه. این بازی خوب رو امروز نمایش گذاشت کریم بنزما. پاس وینیسیوس و ضربه به گوشه، کاری از دست دوناروما بر نیامد. تیم یه گل زد و این تیم الان 3-1 به نفع تیم بونوچی. به جای کریس رونالدو وارد بازی میشه. بونوچی بازی رو آغاز میکنه. اونجا توپ به لورنزو میرسه، لورنزو میندازه. توپ رو گرفتن، آلابا نتونست توپ رو نگه داره. توپ رو از سیلوا میگیرن، بنزما میندازه. وینیسیوس پاس برای دبروینه خود دبروینه یه سانت ضربه و گل توی دروازه. برونو گیمارش گل 4 تیم AFM رو میزنه. یه ضربه سر دقیق. میبینید که چجوری دبروینه این بازی چقدر خوب بازی کرد. سانت زیباش و ضربه سر دقیق برونو گیمارش. پدی بیرون میره و گرانیت جاکا وارد زمین میشه. پاس بعد دلورنزو میاره به این سمت. توپ به سیلوا میرسه. توپ سیلوا رو مرینو میزنه. سرخیو راموس در جلوش. مرینو میاره برای دبروینه پاس به عقب برای پوگبا یه ضربه میزنه و توپ به بیرون میره. با اختلاف اندکی توپ به بیرون میره. رودری بیرون میره و سرخیو بوسکتس وارد زمین میشه. دوناروما بازی رو از همونجا آغاز میکنه. توپ به بوسکتس رسیده، اومد پاس بده، توپش به پوگبا برخورد کرد. وینیسیوس جونیور، بوسکتس جلوشه، توپشو بوسکتس میزنه. پاس اومد بده که توپ رو گرفتن. میکل مرینو، بنزما به توپ رسیده. وینیسیوس میتونه ضربه رو بزنه، میزنه ولی توپ به بیرون میره. وینیسیوس جونیور که امروز خیلی خوب بوده. بازی 4-1 به نفع تیم AFM. بازی به پایان میرسه. برتری 4-1 تیم AFM در مقابل منتخب اروپا. حتما لایک و سابسکرایب فراموش نشه.